بهترین روز کدام روز است؟ در یک هفته 7 روز است و پیغمبر خدا گفتند بهترین این روز روز جمعه هست، زیرا این که پیغمبر خدا گفتند در این روز خلق آدم، خداوند حضرت آدم آفرید. این روز جمعه بود که خداوند حضرت آدم آفرید و جان را در وجود او دمید. پدر ما و شما بعد که خداوند آدم آفرید باز وارد جنتش کرد. در همین روز بود که باز با سبب خطایی حضرت آدم در همین روز جمعه خداوند حضرت آدم از جنت بیرون کرد. در دیگر حدیث های پیغمبر خدا می آید که در همین روز قیامت قائم می شود. در همین روز ساعتی هست که اگر انسان به سوی خدا دعا کند خداوند دعای او را قبول می سازد.